طول 4 روز پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه میزبانی اولین چمپیونات آسیایی با صنعت محاربه‌های آمیخته غیر کسبی شد. ورزشکاران تاجیک در این مسابقه مهارت والا نشان دادند. آنها در مجموع 35 مدال به دست آورده در هیئت دستاوی مقام اول را کسب کردند. با ابتکار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در یک جایگی با کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته کشور برای اولین بار در تاجیکستان چمپیونات آسیا با محاربه‌های آمیخته غیر کسبی برگزار کرده شد. مسابقه مذکور میان جوانان و نورسان راه اندازی گردید. در رسم افتتاحی مسابقه پرزیدنت صنعت محاربه‌های آمیخته جهانی جناب کریت براون، رهبرت بخش ورزشی کشور و پرزیدنت فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته میهن دوران جوروی اشتراک و سخنرانی نموده از دستگیری‌های همه‌جانبه رهبرت دولت گفتند. جناب کریت براون نیز از این فرصت مساعده استفاده برده با رهبرت مملکت برای دستگیری‌های همه‌جانبه تشکری کرد و از دستاندرکاران مسابقه اظهار قناعتمندی نمود. دوران جوروی رهبر فدراسیون محاربه‌های آمیخته نیز مهمانان را به تاجیکستان آفتابی خیر مقدم خواند و از همه آن نفرانی که سهم خود را در برگزاری این مسابقه با شکوه گذاشتند منتداری کرد. بعد گذشت ورزشکاران اشتراکچی با پرچمان خود مسابقه رسما آغاز شد. در واقع کشور عزیزمان در چند سال اخیر چنین مسابقه سطح بلند را ندیده بود. نمایندگان بیشتر از 20 کشور آسیا اشتراک نمودند که از اتمسفر به وجود آمده هم ورزشکاران و هم تماشاگویان به وجد آمده نفوذ مسابقه مذکور را دوچند و سه چند کردند. رهبرت فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته کشور از مهمانان خوب پذیرایی نموده بهترین شرایط‌ها را برای همگان تامین ساختند. من در بازی این فینال با رقیب خود از دولت قزاقستان روبرو شدم و آن را در مدت 3 راند شکست دادم و به فینال راحت گرفتم. جنگ خیلی در سختی بلند گذشت. چمپیونات آسیا از 27 اکتبر در تالار بر هوای قصر تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی شروع شد و دیروز رسما بعد جایزه‌سپاری مسابقه خاتمه یافت. هدف اساسی رهبرت فدراسیون محاربه‌های آمیخته کشور پیش از برگزاری این مسابقه نشان دادن قدرت و توانایی مکتب محاربه‌های آمیخته تاجیکستان بود. ورزشکاران تاجیک رو در این مسابقه چگونه بها می‌دید؟ در عموم ورزشکاران ما خیلی خوب برآمد کرده ایستادند. امیدوار هستیم که در این مسابقه دست تجمعانه سزاوار جای اول می‌گردیم. باید گفت که ثمره میزبانی مسابقه مذکور این هنرنمایی اعلای ورزشکاران ما در مسابقات بین المللی می باشد. مثلا چند ماه قبل در کشور امارات متحده عرب چمپیونات جهان میان نورسان برگزار شد که تیم منتخب تاجیکستان در میان 42 دولت اشتراکی زینه سوم را به دست آورد. تاجیکستان با 21 نشان، 7 طلا، 5 نقره و 9 برنجی تنها از آمریکا و اوکراین عقب افتاد. این تنها یک مسابقه بود که من ذکر کردم. سال گذشته و جاری بهترین سال برای ورزشکاران و فدراسیون محاربه‌های آمیخته ما بود. Tojikiston xalqi zo'r mehmon bo'lsin. Inova kalon rahmat. Urin kalon ishlashadi musobaqada. O'zbekiston 32 nafar sportsmen omad. 15 nafarash polfinal bo'ldi. 7 hozir finalga bormoqda. 7 nafar sportsmen finalga bormoqda. O'zbekiston. Tojikiston komanda, Qozog'iston komanda, Bahrayn komanda eng zo'r komandalar tashkil. بار دیگر یادآور میشم که در چمپیونات آسیا با صنعت محاربه‌های آمیخته میان جوانان و نورسان در شهر دوشنبه ورزشکاران خود تاجیکستان، بحرین، قزاقستان، ایران، ژاپن، کویت، مغولستان، نپال، پاکستان، ازبکستان، کره، ویتنام، مالایزیا، اندونزیا و جمهوری مردم چین حضور آورده هنر و مهارت خود را به نمایش گذاشتند. همین مسابقه آسیابه ما 30 نفر سپورتچی کته آمدیم. انا امروز فینال و برندگی روز شد. 7 فینالیست هم شد و 9 تا برنز گرفتیم. مسابقه زور تشکیل کردگی. همه بر رحمت. تاجیکستان با پیش. همینطور زحمت و مهنت‌های کشیده مسئولین فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته بار آورد و آنها توانستند در چمپیونات مذکور پرچم کشور را بیشتر از دیگر تیم‌ها پرافشان بگردانند. تیم ملی تاجیکستان در این چهاربینی با شکوه خوراوی توانست 35 مدال به دست آورد که از این 35 9 عددش زرین، 8 عددش نقره و 18 تای آن برنج میباشند. بعد تیم ما در زینه دوم یکاچین قزاقستان با 25 مدال قرار گرفت. زینه سوم را باشد بحرین با ورزشکاران داغستانی تباری خود به خود اختصاص داد. از 26 مدال طلای مسابقه 23 عددش را 3 تیم اول به دست آوردند. 2 تای دیگرش را ازبکستان گرفت و لبنان باشد صاحب یک مدال طلا شد.
ҳамин тавр баъди чанд рӯзи талошу меҳнати сангин яке аз бузургтарин мусобиқаҳо дар пойтахти азизи кишварамон шаҳри душанбе ба анҷом расид. аз иштирокчиёну мухлисон сар карда то ба роҳбарияти федератсияи байналмилалӣ аз кори дастандаркорони кишвар розӣ буданд ва иброз доштанд ки IMF ҳатман дубора чунин мусобиқаҳоро дар ин ҷо баргузор менамояд ва дар умум ин федератсияи байналмилалӣ барои кишвари мо нақшаҳои бузургтаре дорад. сарбаландии ҳамаи варзишгарони меҳанро дар ин мусобиқа табрику муборакбод мехонем. бигзор дерафши ковёнаи мо ҳамеша болафшон бошад.